هفته در آفساید میپردازیم به مهمترین رویداد 2 هفته گذشته که تبعات اون همچنان ادامه داره. بله، واقعه تلخ زلزله کرمانشاه و عملکرد حکومت آخوندی با این ماجرا. هم میدونن که زلزله یکی از بلاهای طبیعیه، ولی خب خیلی مهمه که بشر قرن 21 به این بلای طبیعی چطور نگاه میکنه، چون نحوه برخورد با اون هم کاملا به این نگاه بستگی داره که آیا نگاه یک نگاه علمیه یا خب زلزله از آیات الهی است. این زلزله و زلزله های دنیایی در مقابل با زلزله روز قیامت هیچ. این زلزله باید ما رو به یاد اون زلزله بیاندازه. خب اینم نگاه کسیه که توی این نظام به اصطلاح شخص اول مملکته. میگه زلزله یه چیزیه که هر از چنگاهی میاد و قرار ما رو یاد اون زلزله روز قیامت بندازه. تموم شد رفت. انگار نه انگار که تو خودت رو مادام العمر شخص اول این حکومت کردی. تمام پول و امکانات ملت دست توه. بعد اولین بار که نیست. حداقل تو این حکومت 4 تا زلزله سنگین رخ داده. تو برای پیشگیری از تلفات و خسارات زلزله تا به حال چیکار کردی؟ به جای اینکه اینو جواب بده، خودشو میذاره تو اپوزیسیون، بقیه رو میندازه جلو. مسئولین هم به خصوص در بعضی از بخش‌ها در این حادثه خوش درخشیدند. البته بنده قانع نیستم. بنده معتقدم مسئولین بخش‌های مختلف بایستی مجاهدت خودشون رو و تلاش خودشون رو مضاعف کنن. شخص اول مملکت به جای اینکه پاسخ بده خودش چی کار کرده، فقط میگه مسئولین برن یه تلاشایی بکنن. پس تو خودت چی کاره ای؟ حالا میریم سراغ شخص دوم مملکت، یعنی رئیس جمهور نظام، که ببینیم اون پاسخی داره یا نه. ما الان میبینیم یه ساختمان اینجاست، یه ساختمان اون طرفه، کنار همه. اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده. معلومه پس اشکالاتی وجود داره. باید مقصرین رو پیدا کنیم. مردم منتظر اون هستن که مقصر رو هم به اونها معرفی بکنیم. جالب اینه که این حرف رو داره رئیس دولتی میزنه که الان تو سال 5 حکومتشه، ولی وقتی بحران پیش میاد اینم میپره تو لباس اپوزیسیون و دنبال مقصر توی این دولت میگرده، در حالی که همین روحانی توی انتخابات وقتی ازش درباره مسکن مهر سوال میکردن قول میداد که این پروژه رو تکمیل میکنه و این رو به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتیش خرج میکرد. در دولت گذشته سرمایه گذاری شد روی یک برنامه ریزی رو تحت عنوان مسکن مهر. خب با همه اشکالاتی که داشت این دولت خودش رو متعهد دید که این پروژه رو تکمیل بکنه و الان تقریبا تا پایان دولت مسکن مهر تکمیل میشه. چی شد؟ تو که میگفتی میخوای این پروژه رو تکمیل کنی. اگر نواقصی داشت 5 سال وقت داشتی که نواقصش رو برطرف کنی. مگه موضوع خرابی‌های مسکن مهر تازه بعد از زلزله معلوم شد؟ بابا از 2 سال پیش خود تیوی ریش مرتب از وضعیت فاجعه بار مسکن مهر تو همه جای ایران داره گزارش میده. بچه‌ها یه سر مریضن. به خاطر چی؟ خاطر این دیوار خالیه. الان این دیوار مشکلش چیه؟ هیچ چیزی داخلش نیست. خالی. که جلو چشم خودم 2 روز پیش دیدم این سقف‌ها اومد پایین، باد تندی بود، من داشتم از درس برمیگشتم، جلو ما افتادن. خب این وضعیت مسکن مهر توی قم بود. حالا میریم سراغ مسکن مهر در یزد. بیمهری مسکن مهر این بار به یزدی‌ها رخ نشون داد. شهرک شبیه یک منطقه زلزله زده. این دیوار همونطور که مشاهده میکنید دیوار از حال شروع شده، دیوار آشپزخونه ما. بترسم تو خونه بمونه. شب که خوابیدی یا بیدار هستی میبینیش تق تق صدا میکنه، یعنی صدای شکستن به گوش میرسه. متاسفانه به خاطر نداشتن نظارت دقیق روی ساختمون این چیزی که الان شما دارید میبینید تو پیاده رو، این ریشه انتظار میگیره باز زیر ساختمون مش الان تو پیاده رو اومده بالا. بس فقط 1-2 نمونه نیستا، هر استان که بری فاجعه مسکن مهر توش تکرار شده.
دیوار واحدهای مسکن مهر کهگیلویه بوی رحمت پر از ترک‌های ریز و درشته. 1 سال نیست تحویل دادن. الان دیواره خودتون می‌بینید دیگه. دیواره میخواد بیاد پایین. دیوارا از طبقه اول آب میده، طبقه دوم میذاره رو سر همکفی ما. موضوع رو از مسئولان مربوط پیگیر شدیم. مشکلاتی در هر ساخت و سازی وجود داره. بحث ترک دیوار یا اینا جزئی است به نظر من. ترک دیوار و اینکه حالا فواره گذاشتن روی سقف بالایی که وسط خونه پایینی آبنما داشته باشن اشکالات جزئیه. حالا اگر ساختمون کج بشه چی؟ اونم جزئیه یا خطای چشم محسوب میشه؟ خطای چشم نیست. دلیل کج شدگی ساختمان‌ها و ریزش آنها خودگویای خیلی مسائل است. ساختمانی که الان ملاحظه می‌کنیم بلوک‌ها یک دونه ساختمون شما پیدا نمی‌کنید که ترک نداشته باشه، چون از زیر بنا اصلا خرابه. بله، همه این گزارشات مال همین مدت 2 سال گذشته، یعنی در دوران روحانی بوده. ولی خب اون زمان روحانی احتمالاً دنبال برجام و خرید ایرباس از غربیا بوده دیگه و به این اشکالات جزئی کاری نداشته. اما الان دنبال مقصر ساخت این خونه ها میگرده. البته طبعا این چیزی نیست که از چشم دلواپسان ولایت و مدافعان مسکن مهر پنهان بمونه. همین پریروز پا شدی اومدی توی سر پل که البته ما گرم جنازه جمع کردن اینها بودیم و اومدی اونجا جلوی مسکن مهر وایسادی، مردم داغدار کشمکش های کثیف سیاسیت رو اونجا گفتی مردم دنبال جنایتکارهای مسکن مهر میگردن که الان افتاده تو دهن خیلی مسکن مهر قاتل مردم شد. اصلا کسی دنبال اصل زلزله و خود خدا و اینا نمیگه. اونجا اسکلت رو میدیدی، اگر چون تو که آدم فنی نیستی، تو فقط دنبال اینی که چه توی انتخابات چه تو قبلش اینها بزنی و بعد فرار به جلو. جواب رو وای نمیسی بشنوی که در مسکن مهر 2 الی 5 نفر کشته شدن، اونم به خاطر اینکه سطح ها اومد پایین. استراکچرها سالمه. البته در مورد اینکه استراکچرها هنوز سالمه هم نمیشه زیاد مطمئن بود. شاید اگر از بیرون نگاه کنی بگی ساختمان ستوناش هنوز فرو نریخته و استراکچرش سالمه، ولی اگر یه توک پا بری داخل میبینی که قضیه فرق میکنه. الان وارد یکی از ساختمان‌های مسکن مهر شدیم. پلا کاملا مخروب شده، یعنی دیوار رو اگر ببینیم کاملا مشخصه که چه اتفاقی افتاده. اینا خونه های مردمه که به این روز دچار شده. اینجا یه زمانی خونه بوده. اینجا هم یکی دیگه از واحدات سرویس بهداشتیشه که میشه دید. اینم سقفه که در حال ریزشه. البته اگر مدافعان مسکن مهر هنوز حرفی در مورد استراکچر این ساختمون ها دارن، خب میشه نظر یک مهندس رو هم در مورد پیریزی این ساختمون ها سوال کرد. کیفیت بسیار خرابه، خامودگذاری مناسبی نبوده، قلابای خوبی نیست. البته ترکیب کل باید ما ببینیم که چه اتفاقی تو این طبقه افتاده. الان این بتون فاسده، یعنی الان شما میره این گله که اصلا بتون نیست. بتون خوبی نیست. اگه خودتون خوبی بود حالا بزنید کنده نمیشه. بتون راحت داره کنده میشه. این بتون نیست آقا، این کاهگله. کاه که نه، گل خالیه. بس چیزی که واضحه اینه که کیفیت این ساختمون ها پایین‌تر از هر استانداردیه. اما در مورد اون ادعای روحانی که گفته بود ما باید مقصرین رو پیدا کنیم تا خودشو در ببره، نکته جالب اینه که برای پیدا کردن سازندگان مسکن مهر در سرپل ذهاب اصلا نیاز به کار تحقیقاتی خیلی پیچیده کاراگاه اینا نیست، چرا که چند تا جوونم تونستن با یک سرچ ساده طرف رو پیدا کنن و بیارن پای خط که ببینن جواب اون چیه. این تلفاتی که داده طبیعی بوده به نظرتون یا نه؟ زلزله به نظر شما طبیعی یا مصنوعیه؟ چند نفر تلفات داده به نظر شما؟ 3 نفر تلفات داده مسکن مهر. اصلا تو مسکن مهر سرپل سازش مقاوم شده، آیین‌نامه 2800 رعایت شده کلا. دیوارای پیرامونیش که جدا شده این چیز طبیعیه که بین تو 6 ریشتر اصلا باید دیوارای پیرامونیش جدا بشه. دیوارهاش باید با زلزله 6 ریشتری هم میریخته؟
خب آیا این ویژگی رو موقع تحویل دادن خونه ها به مردم هم بهشون گفته بودید؟ یا اون موقع که ملت تمام پول زندگیشون رو میدادن که یکی از این خونه ها بگیرن، ریختن دیوارها طبیعی نبود، ولی الان که کار از کار گذشته طبیعی شد ها؟ نتیجه اینه که این ساختمون ها دیگه قابل سکونت نیست و کسی دیگه به این استراکچرها اعتمادی نداره. این خانه ها الان دیگه از پایه سست شدن، خراب شدن. خانه های باید از زیرسازی برمان درست کنن، نه مثلا بگن یه پولی میدیم یه وامی میدیم آره مثلا برن 4 تا دوباره تیغه بزنیم. ما اصلا استرس و ناراحتی و اعصابی که به ما وارد شده اصلا جرئت نداریم از نزدیک خانه رد بشیم. اصلا ما اعتمادی هیچ نمیکنیم، یعنی حتی از کنارش رد شدیم. روشنه که بازسازی این خونه ها چیزی نیست که بشه حتی با دادن یک کانکس به هر خانواده سر و تهش رو هم آورد. از طرفی هم مقصرین این فاجعه 1 یا 2 تا پیمانکار نیستند، بلکه حکومتیه که فقط از قرارداد برجام 1.7 میلیارد دلار پول نقد دریافت کرد، ولی 1 دلارش هم برای کیفیت خونه ها یا سرپناه مردم خرج نکرد. بنابراین این حق مردمه که ما به ازای پولی که بابت این خونه ها دادن رو کماکان مطالبه کنند. مسکن امن و مطمئن حق مسلم مردم ایرانه. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.